ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 22. تاریخ گواه است که این سرزمین ابرمردانی را به دنیا آورده است که هر کدام در زمان خیش با خیرت، ذکاوت، دانش و فضیلت به درجه شهرت پیدا کرده بودند که ثمره عمر و خدمت بی‌نظیر، مقام و منزلتشان همیشه و در همه دور و زمان باعث ستایش و قدردانی می باشد. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی و توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیماهای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. محمد بزرگترین مرد جهان و پیامبر دین برحق. نخستین آثار خطی عربی کتاب مقدس قرآن بود که در آن آیه‌های آسمانی خداوند، روایت‌های دینی، حکمت و سخن‌های پندآمیز، احکام و نظام جامعه و تعلیمات دین اسلام گرد آمده دیرتر با ارادت زید ابن ثابت و سلمان پارسی برین با سوادان و اهل خط و حرفه کتابت می شدند. حتی برخی از عرب شناسان بر آن اندیشند که خط فارسی که حالا بیشتر با نام خط عربی شهرت دارد از جانب ایرانیان اختراع شده است و سلمان پارسی در تهیه و تکمیل صرف و نحو زبان عربی سهمی ارزنده گذاشته است. به قول مورخ توانا ابن خلدون، جمله علوم شرعیه و عقلیه و اصحاب فنون و بدایع همگی از ایرانی ها بودند و با سابقه قدیمی که آنها در تدوین و تألیف علوم و کتاب ها داشتند، اختراع این خط عربی از طرف آنها شده است. در زمانهای اول اسلام مؤلفان گرچه زبانشان عربی است، ولی حسب و نسبشان ایرانی است و تربیتشان نیز ایرانی است. عربها به علت اینکه مردمان ساده و بدوی بودند، بدین جهت از فنون و صنایع بی بهره بودند. عربها در دوران تا اسلامی از خط و سواد محروم بوده، بیشتر عنعنه شفاهی، سخنوری، شعرگویی و داستان سرایی در بین آنها رایج بود. در میان عربهای دوران تا اسلامی یا خود عهد جاهلیت اساساً آیین بسیار خدایی و بت پرستی معمول بوده. اکثر قبیله ها بت و صنم و خدای جداگانه خیش را داشتند. دین اسلام در جریان تشکل و تحولش محض با هدایت پیامبر و فداییان با ذکاوت و دوراندیش اهل حرفه و فتوت از کیش قبیله های بادیه نشین عرب به دین جهانی و تمدن ارزشمندی عمومی بشری تبدیل یافت. باید گفت که در دوران ظهور اسلام
دین‌های گسترده جهانی امثال کیش زردشتی، مسیحی، یهودی و بودایی در 4 سمت عالم معتقدان و پیروانی بیشماری خود را داشتند و تعلیمات پیامبران آنها در کتاب‌های مقدسی اوستا، تورات، انجیل و تلمود ترغیب می شدند. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاودانه ابرمردان ملی خود را قطب نمای روزگار خویش قرار دهند. پیامبری بنی اسرائیل موسی دین یهودی را بنیاد گذاشته در مصر و فلسطین و دیگر کشورهای عرب پیروان خود را داشت. آیین مسیحی پیامبر عیسی باشد در مصر و شام و یونان و ریم نفوذ پیدا کرده از جانب امپریای ویزانتیا پشتیبانی می‌دید. کیش زردشتی 4 عصر باز در ایران ساسانی و آسیای میانه انتشار یافته مقام دولتی داشت. چنانی که در بالا دیدیم، اکثر جنگ و ضدیت‌های میان امپریای روم و دولت ساسانیان در زمینه اختلاف‌های مذهبی سر می‌زد و در میان دو نیروی توانایی مذهبی، دین مسیحی و کیش زردشتی، پدید آمدن دین اسلام و در مقابل این دو امپریای ابرقدرت ایستادگی کردن آن خود یک معجزه را می‌ماند. زیرا برسه دین‌های جهانی آمدن دین اسلام و کتاب یزدانی قرآن کاری سهل و آسان نبود. برای محمد با سیاستی صحیح، لیاقتی کامل، استعدادی فطری، اراده قوی و حسن تدبیر و زیرکی توانست که سرآغاز دین اسلام را در میان قبایل سرکش و بدوی عرب گسترش دهد. پوشیده نیست که تا ظهور اسلام در قسمت شمال و غربی عربستان قبیله های بدوی اقامت داشتند که آیینشان غالباً مسیحی بود. یکی از چنین قبیله ها قبیله خیره به شمار می رفت که در حدودهای نجد و کناره های فرات بود و باش داشته از تأثیر افکار دین مسیحی رومیان الهام می گرفتند. گذشته از این در شهرهای مدینه، خیبر، یمن، حجاز و غیره دین یهودی بیشتر نفوذ داشته تورات را کتابی مقدس خود می حسابیدند. موافق اندیشه محققان عهد خلافت در شهر مدینه 5 قبیله با نفوذ ساکن بود که از آنها قبیله های اوس و خزرج بت پرست بودند و 3 قبیله دیگر کیشهای یهودی و مسیحی را پیروی می کردند. در شهر مکه بیشتر آیین بت پرستی رایج بوده. در بینای 4 گوشه کعبه بت و صنمهای خود را می گذاشتند. بت اساسی قبیله قریش هبل نام داشته، در اطراف آن بت‌های دیگر مناف، سعد خدای بخت، ذوالخلصه خدای جنگ قامت افراخته بودند. ادای رسوم و قربانی و پرستیش و نیایش بت‌ها را پیشوایان قبیله قریش انجام می دادند که بابای پیامبر عبدالمطلب سروری خاندانی یکی از نگاهبانان کعبه و چاه زمزم بود. چون شهر مکه در مسیر راهی کاروانگذر قرار داشت، تاجران
از کشورهای دور و نزدیک به زیارت خانه کعبه و چاه زمزم آمده، بعد شکستن تشنگی به پرستیش و نیایش بت و صنمها رو می آوردند. چنانی که در بالا ذکر کردیم، از نیم جزیره عربستان راهی بزرگی کاروانگرد توسط مکه به یمن و سوریه، فلسطین و عراق می رفت و حتی قبیله های بیابانگردی بدوی باری کاروانهای تاجرانی هندو حبشی را با قافله اشتران خیش تا کنارهای بحر میان زمین می رساندند. راهی درازی تجارتی حجاز از کنارهای شرقی بحر سرخ طول کشیده، چندین شهرهای اساسی آن زمان مکه، یثرب، مدینه و طایف را عبور نموده، در زندگی مردم ناداری بدوی دیگرگونی های اجتماعی را وارد می ساخت. عرب های بدوی که اصلا زندگی کوچمنچگی داشتند، با اشتران یک کوهانه پرطاقتشان راه های بیابان را با آسانی می پیمودند. اشتران آنها در گرمی های طاقت فرسا 4-5 شبانه روز بی آب و گیاه تاب آورده، بیش از 250 کیلوگرم بار را بی ملال می کشانیدند. گذشته از این، پشم اشتر برای بدویان لباس، پوستش خیمه و بستر، شیر و گوشتش غذای همیشگی بود و از سرگینش در سردیهای قهرتون گلخن می افروختند. روزگاری سخت و محتاجی همیشگی عربهای بدوی را دامنگیر بود و آنها را وادار می کرد که به تاخت و تاز و یغماگری ها رو آورند. از اسناد تاریخی برمی آید که بدوی ها در سالهای قحطی و خشکساری طفلهای خیش به خصوص دختران را می کشتند تا که از یک خورنده‌ای بر زیاد رهایی یابند. سران قبیله، سیدها، به اتحاد قبیلوی و اولادی که اساساً در زمینه قرابتی خویشاوندی گرد آمده بودند سروری می کردند. دو راهی بزرگی کاروانگردی که از قلمرو شرقی و غربی عربستان می گذشت، دیرتر به زندگی سنتی بدویان عرب دیگرگونی ها وارد ساخته، آنها را نخست به راهبردی و کشاندن باری تاجران و توانگران اجنبی بلد نمود. قافله کاروانی سوداگران که بعضاً شماره‌اشان از 1000 هم زیاد بود، این مردمی صحراگرد و بیابان نورد را تدریجاً به هنری تجارتی، داد و ستد بازار، رسوم شهرهای دور و نزدیک آشنا می ساخت. چاروادارانی بدوی دیروزه از دو راهی اساسی تجارتی، یکی از کنارهای بحر سرخ که می توان آن را راهی کاروانگرد غربی نامید و دیگری از نزدیکی خلیج فارس، صحرای شام و فلسطین، یعنی راهی کاروانگرد شرقی، بار و کالای سوداگران را با قافله اشتران خیش کشانیده تدریجاً به عالم تمدن راه می یافتند. شهر مکه که در سری راهی کاروانگردی سمت غربی در جاده طولانی بحر سرخ واقع بود، از عصر 6 میلادی سر کرده به مرکزی تجارتی و مدنی عربستان تبدیل می یابد. یکی از قبیله های با نفوذ اهل مکه قریشیان به شمار می رفتند که در ابتدا برای بارکشانی و انتقال کالای سوداگران مساعدت نموده، دیرتر خودشان توانگر و تجارت پیشه گردیدند. اکنون سوداگران قریشی
که قافله کاروانشان تا 300 اشتر می رسید، قبیله های دیگری بدوی را چون راه بلد و حامی کاروانها استفاده می کردند. محض با هدایت و دستوری همین توانگران قریشی در اطراف عبادتگاه مقدس کعبه منزل‌های استقامتی، کاروانسرای و بازارها و دیگر عمارت‌های گوناگون ساخته شده شهر مکه وسعت می‌یافت و آبادتر می‌گشت. اکنون تاجران و سوداگران خودی و اجنبی از بازارهای مشهوری اوکاز و مجنه به زیارت کعبه آمده از آب زمزم بهره می بردند و مراسم نیایش و عبادت را به خاطر بزرگ داشتی هبل و دیگر بت و صنمها به جا می آوردند. اهل مکه اصلی برآمد و نسب خود را از ابراهیم خلیل الله دانسته او را نخستین بنیاد کننده خانه مقدس کعبه می شمردند. واقعاً در سوره آل عمران در این باب چنین آمده است: نخستین خانه‌ای که برای مردم بنا شده همان است که در مکه است، خانه‌ای که جهانیان را سبب برکت و هدایت است. سوره آل عمران آیه 96. محمد بزرگترین مرد جهان و پیامبر دین برحق. و آیه 97 از مقام ابراهیم و واجبات کعبه خبر می دهد. در آنجاست آیاتی روشن و مقام ابراهیم و هر کی بدان داخل شود ایمین است. برای خدا حج آن خانه بر کسانی که قدرتی رفتن به آن را داشته باشند واجب است. مهتری شهر مکه نگاه بین خانه کعبه و چاه زمزم به اندیشه مورخان و عرب شناسان اول منسوب قبیله جرهم، سپس قبیله خزاعه و نهایت قبیله قریش بوده است. خاندان بنی هاشم در میان قبیله قریش یکی از اولادان با نفوذ و ثروتمند و نگهبان کعبه بوده ادای رسم و آیین‌های دینی را نظارت می کردند. نهایت بابای پیامبر عبدالمطلب که از خاندان بنی هاشم و یک مردی با تجربه و روزگار دیده بود به صفت پیشوای قبیله قریش پذیرفته شد. موافق معلومات طبری، عبدالمطلب چون به مهتری قبیله قریش رسید عزم نمود که چاه زمزم را بکند و آب نهفته آن را بیرون آورد. و او از کهنسالان قبیله شنیده بود که اندرون چاه دفینه محفوظ است. به خاطر یافتن آبی سرگمزده چاه زمزم و دفینه احتمالی او به خدایش هبل وعده داد که از پسرانی داشته‌اش یکی را قربان می کند. از قضا هم دفینه را پیدا کرد و هم آبی چاه بیرون آمد و او را 12 پسر بود و کیهتر از همه عبدالله بود، پدری پیغامبر صلی الله علیه. پس عبدالمطلب به میان همه فرزندان قرعه زد 3 بار و هر 3 بار بر عبدالله پدری محمد مصطفی صلوات الله علیه آمد. پس
عبدالمطلب آهنگی کشتنی او کرد. عبدالله از میان فرزندان خردترین و محبوبترین فرزندی پدر بود و در جبین او نوری را احساس می کرد. ولی او چون ابراهیم خلیل اللهی بزرگ ابایش از قربانی کردن و وفا نمودن به عهد چاره نداشت. بزرگان قبیله و مردم قریش به حضور او آمده گفتند که عبدالله را قربانی نکند و برای خودداری از این کار در پیشگاه هبل عذر بیاورد. عاقبت با مشورت کاهنی سال خورده برای رضای خدا 10 اشتر نظر خونبها مقرر کردند و در برابر هبل هر باری که قرعه می زدند قرعه باز به نام عبدالله می افتاد. شماره اشتران را 10 افزوده از نو قرعه می پرتافتند. هنگامی که سرشمار اشتران به 100 رسید قرعه به نام اشتران افتاد و در راهی رضای خداوند و از نظر رهیدن عبدالله همه اشتران را قربان کردند. عبدالله پدری پیامبر موافق معلومات مؤلف اثری زندگی نامه محمد جوانی زیبا و خوش قیافه بوده دختران مکه از قضیه‌ای بر عوض 100 شتر از قربانی رهیدنش می‌خواستند به او برسند. ولی پدرش آمینه بنت وهب را برایش مناسب دانست و از اثر ازدواج و خانه‌داری آنها یکی از بزرگترین مردان تاریخ پیامبر اسلام محمد به دنیا آمد. از قضای تقدیر زندگی شیرینی نو خانه‌داری عبدالله چندان دیر نکشید. آمینه 2 ماهه آبستن بود که شوهرش در قطاری کاروانی سوداگران عزم تجارت نموده به سوی شام سوریه رفت. هنگامی بازگشت رنجور شده آهنگی مدینه کرد تا در نزد خویشاوندان از خستگی سفر بیاساید و سپس راهی مکه را پیش گیرد. ولی روزی چند درد و رنج کشید و در مدینه عمرش به سر آمد. فاصله آبستنی همسرش نیز پایان یافت و تقریباً 20 اوگوست سال 570 میلادی از آمینه پسری به دنیا آمد. چون طفل را به حضور بابایش عبدالمطلب بردند او همان نوری آشنا را در جبین نبیره اش دید و مهر او را به جان پذیرفت. محمد بزرگترین مرد جهان و پیامبر دین برحق. محمد را از روی عادت معمولی عربها به حلیمه نام دایه از قبیله بنی سعد سپردند. او سالی چند در صحرا تحت پرستاری دایه‌اش حلیمه ماند و روایتی است که چون محمد
به سن 3 سالگی رسید، همراه پسری حلیمه برادری همشیرش به پشت خانه رفت و او را 2 مرد سفید پوش به زمین خوابانده شکمش را چاک کردند و زیر و رو نمودند. حلیمه و شوهرش از این قضیه هراسیده طفل را به مادرش بازگرداندند و برخی از مورخان بر آنند که محمد را در 5 سالگی به مادرش آمینه سپردند. در هر صورت هنگام 6 سالگی مادرش آمینه محمد را سوی یثرب مدینه به نزد همنسبانش از قبیله خزرج برد تا که خویشاوندان و قبر شوهر جوانمرگش عبدالله را زیارت نماید. آنها 1 ماه در یثرب ماندند و هنگامی بازگشت به مکه در اثنای راه ابوا آمینه بیمار شده ناگهان وفات کرد. و از میان 2 سال نگذشته هنگامی که محمد هنوز 8 سال نداشت، بابایش عبدالمطلب سال 579 در سن 80 سالگی وفات کرد و سرپرستی و پشتیبانی نبیره یتیمش را به عهده پسرش ابوطالب واگذاشت. ابوطالب برادرزاده‌اش محمد را با کمال مهر تربیت می کرد و از فرزندان خود عزیزتر می داشت. هنگامی که او به سن 12 رسید، با میل و خواهش خود همراه عمکش ابوطالب عزم سفر تجارتی نمود. سفر تجارتی شام که از مسیر راهی کاروانگرد شرقی می گذشت، برای محمد مکتب نخستین رهنوردی، تجارت و زندگی گشته برایش بسیار سبقهای خاطرمان داد. محمد بعد این تجارت که برای ابوطالب چندان سود بخش نه انجامید، با آن بصیرت فطری، زیرکی و عاقلی طبیعی که داشت، بیشتر به شنیدن و دانستن و مشاهده کردن مشغول می شد. نیک و بد و اسرار زندگی را پیوسته می آموخت. او روزگاری به چوپانی نیز مشغول بود و در فضای پهناوری بیابان به تفکر و اندیشه، پنداری خودشناسی و جهانشناسی و زحمت حلال و دلی سرشاری آرمانهای نجیب آوان نورسی را پسی سر می کرد. شما گفتار 22 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.